اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز چهارشنبه. معاونت اقتصادی ریاست الوزراء می گوید امارت اسلامی افغانستان برای دستیابی به خودکفایی اقتصادی سکتور برق را یکی از اولویت‌های خود قرار داده و تسهیلات اساسی را در این بخش فراهم کرده است. وزارت صنعت و تجارت می گوید یک شرکت روسی علاقمند سرمایه گذاری روی تولید تیل از کثافات در شهر کابل است. شیخ شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم و هیئت همراهش از جریان کار پروژه تیل قشقری سر پل دیدن کرد. آقای دلاور در این بازدید از فعالیت‌های مسئولان این پروژه قدردانی کرده و بر کیفیت، سرعت، هماهنگی و سهولت کار به آنان هدایت لازم را داد. وزارت امور داخله می گوید تعمیر ساخته شده جدید آتش نشانی و مدیریت حوادث به بهره برداری سپرده شد. میان وزارت تحصیلات عالی و شرکت دولتی افغان پست تفاهم نامه دو جانبه همکاری منعقد گردید. وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید در ولایت ارزگان برای بار نخست نمایشگاه یک روزه کتابخوانی بر راه انداخته شد. وزارت صحت عامه می گوید در شفاخانه تخصصی استقلال بخش ICU با وسایل مجهز عصری افتتاح گردید. مسئولین می افزایند این ICU از بودجه داخلی ساخته شده است. اعضای خانواده 18 شهید افغان در بلغاریا می گوید امارت اسلامی حق ملت را 100% ادا نموده و ما از ایشان خرسند هستیم.